اگر در روز قیامت دیدی در دشت محشر که یکی از کسانی که از قبرشون در آمده تو اون جمعیت انبوه نابیناست، کوره، اون کور مادرزاد نیست که در دنیا مادرزاد کور بوده یا به علت بیماری کور بوده. اون کوریست که توفیق بهره برداری از نعمتهای خدا رو داشته، از نعمتهای خدا و ذکر خدا برخوردار بوده، کفران کرده، برخورد بد با ذکر خدا، با عظمت خدا، با نعمتهای خدا، با کلام خدا داشته. خداوند میگه ما روز قیامت اونو نابینا محشور میکنیم. تنها کوری که در دشت محشر وجود داره نابیناست، کسی که فرصت ذکر خدا و یاد خدا و خدمت به خلق خدا و دین خدا داشته، کفران کرده. اولین عذابش این که در اون دنیا نابینا محشور میشه. دوم فإن له معیشة ضنکا. قبلش ما زندگیش و معیشت رو برش تنگ میکنیم و تلخ میکنیم. محاله که دستش به چیزی بچسبه، محالی که برکتی در زندگیش ایجاد بشه. اگه میلیارد در بیاره نمیدونه چه کار کرد ظرف 1 ساعت، 2 ساعت، 1 ماه. همون میلیارد هم بلای جونش میشه، سبب بی‌آبروییش میشه، سبب متلاشی شدنش میشه، سبب نابودیش میشه. گاه وقت تاریخ ورق بزنیم، تاریخ معاصر هم ورق بزنیم. بازار یکی از اماکن بسیار حساس جامعه هست. باید بازار کم کم طوری جلو بره که تبدیل به حرمت مساجد ما پیدا بکنه. یه زمانی کسب و کاسبی در یثرب و فن و حرفه و کشاورزی دست یهود بود، قبایل یهودی که در مدینه و اطراف مدینه بودن. بنی النضیر، بنی قینقاع، بنی قریظه، همه در یثرب بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی هجرت کرد نرفت اونها رو از بازار بیرون بکنه، نرفت اونها رو قتل عام بکنه. به صحابه امر کرد که برید تو بازار. یکی بعد از دیگری رفتن تو بازار، داد و ستد کردن، خدا بهشون برکت داد. به جایی رسید که چه بازاری که دست یهود بود مدیریت میشد توسط 4-5 تا از عشره مبشره به بهشت. ابوبکر صدیق سرمایه‌دار و تاجر بود و مالشو مسخر کرد برای دعوت. در صدر اسلام هیچ مالی به اندازه مال خدیجه و ابوبکر صدیق به درد دعوت نخورده. خدیجه و ابوبکر صدیق کل سرمایه هاشون رو در اختیار دعوت گذاشتن. عمر فاروق سرمایه دار بود، عثمان ذوالنورین سرمایه دار بود و عبدالرحمن بن عوف که به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که تا وقتی به سنگی برخورد میکرد پام با سنگی برخورد میکرد، سنگ جا به جا میشد، فکر میکردم یک گنجی زیرشه، از بس که در رزق و روزی و برکت خدا براش سرازیر شد. عبدالله ابن عمر گاه وقتی میرفت تو بازار، مغازه به مغازه، یک غلامی هم همراهش بود، سلام میکرد بر فلانی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا بهتون برکت بده، خدا قوت. میرفت مغازه بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا بهتون برکت بده، خدا قوت، احسنتم، احوال پرسی میکرد، دعای خیر میکرد. همجور مغازه به مغازه برمیگشت خونه. اون غلامی که همراهش بود میگفت سرورم بازار محل خرید و فروشه، رفتیم بازار این همه چرخیدیم چیزی نخریدیم،
دست میزد رو شکمش، گفت چرا نمیفهمید؟ ما رفتیم که بر اهل بازار سلام بکنیم و دعای برکت براشون. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما کسی بود که پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم راه میرفت، جوانی بود، منتظر میشد که پیامبر پاشو بلند بکنه، پاش بذاره جای پای رسول الله صلی الله علیه و سلم. تا این اندازه اقتدا میکرد. امروزه بعضی ها میشنویم که بازار ملعون، بازار نمیدونم پسترین جاست، بازار اهل بازار فلانن. کدوم حدیثی، کدوم آیه؟ این مساجد با پول اهل بازار داره درست میشه. تجهیزات جهاد و جنگی با پول تجار و سرمایه‌داران و بازاریان مؤمن. مدارس و بیمارستان ها و تجهیزات پزشکی و سفره های افطاری و اگر تجار ما و سرمایه‌داران ما و بازارهای ما خودشونو پیدا بکنن که کم کم دارن خودشونو پیدا میکنن. من همیشه گفتم شیخ ضیایی و دین خدا برگردان ما خیلی حق داره. اونقدر باید بازاری های ما غیرت داشته باشن که اجازه ندن شیخ ضیایی بیاد تو بازار خواهش بکنه، مدرسه داره تعطیل میشه، هزینهش خیلی زیاده، مدرسه شیخ بدهکاره، یه کمی کمک بکنی نفر 100,000 تومان. من دیشب یک کلیپی از مولانا عبدالحمید نشونم دادن که اون مسجد عظیم مکی که دارن درست میکنن، شاید 10 بار التماس میکرد که نماز عید که میایید اگه سال گذشته 50,000 تومان باتون بوده تو جیبتون، امسال خواهش میکنم 100,000 تومان با خودتون بیارید که مسجد بدهکاره. نفر 100,000 تومان. دیگران کشتن ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورن. برای خودت زندگی کن، برای دیگران زندگی باش و زندگی بساز. واقعا ماه مبارک رمضان فرصت طلایی است برای دو چیز. یکی ترمیم یک سال گذشته. ماه رمضان خداوند فرصتی فرستاده، ایجاد کرده، موسمی قرار داده که یک سال گذشته خودتو ترمیم بکنید، اصلاح بکنید. واقعا وقتی رمضان میاد همه دلمون خوش میشه، چون سبک میشیم، ترمیم میشیم، پیکره ایمانیمون و اخلاقیمون رو ترمیم بکنیم. چه حس خوبی، هرچی بالاتر میرید به 10 شب آخر میرسید، تو شبهای 27 و 28 و 29 و شب عید دیگه طاقت لبریز میشه، سر میاد، به جوش میاد. جوانا زار زار تو دعا گریه میکنن به خاطر که تزکیه شدن، وگرنه در طول سال دلشون کلفت شده بود. یعنی تو رمضان که میشن سبحان الله یک کوره گناه پزیست صیقل داده میشن با این کلام رب العالمین. جوان زار زار گریه میکنه، تو آغوشش میکشید، ازش سوال میکنید چرا گریه میکنی؟ گناهانم. بگه چند سالته؟ چند شب پیش مادری مناجات یک دختر کلاس 6 ابتدایی نشانم داد که با خدا مناجات کرده بود، یه مطلبی نوشته بود: خدایا من خیلی تقصیرکارم، از گناهان من در بگذر. دختر 6 ابتدایی با الله مناجات میکنه. پس اونایی که 50 سالشونه، 60 سالشونه، 100 سالشونه، اونا باید چقدر گریه بکنن.
شما ابتدای تازه 2 سال 3 سال بیشتر نیست بالغ شده. چطوری بچه های ما اینطوری تو همین مهد قرآن ها، مهد کودک ها، کلاس های قرآن، تو مسجد حاضر میشن، دعا شرکت میکنن، خیلی وقتا دعا فارسی خونده میشه، گوش دارن میدن، بزرگترشون چه دعایی میکنن، چه میخونن.